نشریه روسی امکارو خبر داد که صبح 22 دکبر سال 2022 در یک منزل در کوچه پرومایسکایا در شرق مسکو جسدهای دو مهاجر تاجیک را پیدا کردند. هر دو در حالت خواب جان دادند. بنا به اطلاع دریافتی نشریه، مقامات تفتیشاتی مسکو علاقه به تفتیش مرگ پر سر و صدای این دو زاده تاجیکستان که یکی 35 و دومی مگی 24 سال داشته خویشاوندان نزدیک بودند آغاز کردند. به گفته این نزدیکانشان ففتیدگان نمازخوان بودند و مشروبات و یگان چیز دیگری ممنوع استعمال نمی‌کردند. هر دو آن شب با شغل بودند، ولی یکیش پیش از خواب از درد سر شکایت داشته است. بنا به اطلاع دریافتی امکا این حادثه در یک منزل سر حجرگی در کوچه پرومایسکایا که در آن 9 مهاجر از تاجیکستان اجاره می نشستند رخ داده است. نزدیکی ساعت 7 صبح 22 دکبر یک زن 58 ساله از تاجیکستان که شبانه به حیث فراش کار میکرد در راه بازگشت از جای کار طبق معمول به پسر 35 سالش زنگ زده است تا او را بیدار کند، ولی پسرش که به حیث راهرو کار میکرد آن سحر به زنگ‌های مادرش جواب نداده است. زن به تشویش افتاده به جن 24 سالش که نیز در همان منزل به سر میبرد و همراه پسرش کار میکرد زنگ زده است، ولی او هم جواب نداده است. زن بیچاره از این بازم بیشتر به تشویش افتاده به پسر کلونیش که او هم در همان منزل زندگی میکرد زنگ زده از وی خواسته است که آنها را یک بار خبر بگیرد. پسر کلونیش به حجره دیگر در آمده دید است که هر دو علاقه جان دادند. خویشاوندان به مفتشان نقل کردند که آن شب هر دو راهرو ساعتهای قریب 2 شب از کار برگشتند. یکی از آنها زود در آمده خواب رفته است، ولی دومی از درد سر شکایت کرده چای نوشیده است و سپس آببازی و طهارت کرده نمازهایش را خوانده است و تنها بعد این به بسترش در آمده خوابیده است. نزدیکانشان گفتند که این دو مهاجر مشروبات و یگان چیز ممنوع استعمال نمی‌کردند و هر دو نمازخوان بودند. آن شب این دو مهاجر تاجیک از کار برگشتند. هوا در مسکو چندان سرد هم نبود که آنها را هنگام راهروی سرد زده باشد. هر سال بیش از 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مهاجرت کاری می‌روند. بسیاری آنها با اهل خانواده‌های خود به روسیه می‌روند. هر سال در روسیه به دلایل مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می‌میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست از جمله سوختارها و بیماری‌ها از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می‌شود.